به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. امیدوارم صحتمند و سلامت باشین. در خدمت شما هستم با سومین درس از جدول تناوبی عناصر. در دو درس اول در رابطه با ساختار فیزیکی جدول، اساس طبقه بندی عناصر، گروه ها، دوره ها و بلاک بندی جدول صحبت شد که شما میتونین ویدیوهای مرتبط از طریق دو لینکی که در بالای از این ویدیو ظاهر میشه مشاهده کنین. همچنان لینک ویدیوهای مرتبط در توضیحات این ویدیو قابل دسترس می باشند. در این درس میپردازیم به پیش بینی تعداد از خصوصیات عناصر که به صورت متناوب در جدول تناوبی تغییر میکنه و ما میتونیم با شناخت درست از جدول این خصوصیات پیش بینی بکنیم. سه خاصیت متناوب عناصر که در این ویدیو من میخوایم در رابطه با او صحبت بکنم: تغییرات خواص فلزی و غیر فلزی در جدول تناوبی و تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی میباشند. وقتی از خاصیت فلزی صحبت میکنیم، هدف تمایل عناصر برای از دست دادن الکترون هاست. یعنی به لحاظ کیمیایی فلزات در کل عناصری هستند که خاصیت الکترون دهی بالا را داره و در تعاملات کیمیایی به عنوان عامل ارجاع یا ارجاع کننده عمل میکنه. همچنان به لحاظ خواص فیزیکی فلزات در کل هدایت برقی و هدایت حرارتی بلند دارند. برعکس وقتی از خاصیت غیر فلزی برای عناصر صحبت میکنیم، هدف تمایل به دست آوردن الکترون ها توسط عناصر در جریان تعاملات کیمیایی است یا در کل به لحاظ کیمیایی غیر فلزات عناصر الکترون دهنده هستند و به عنوان عامل اکسیدیشن یا تحمض عمل میکنند که به لحاظ خواص فیزیکی غیر فلزات هدایت برقی ندارند و هدایت حرارتیشان هم ضعیف است، به استثنای عنصر کربن که در حالت گرافیت هدایت برقی را از خود نشان میده. اما تغییرات خواص فلزی و غیر فلزی در جدول تناوبی چگونه قابل پیش بینی اند؟ در گروه ها خاصیت فلزی از بالا طرف پایین افزایش پیدا میکنه و در دوره ها خاصیت فلزی از چپ طرف راست کم میشه. اما دلیل این تغییرات چیست که باید بر شاگردان به صورت موجه توضیح داده شود؟ در گروه ها از بالا طرف پایین تعداد قشرهای الکترونی به اطراف هسته اتم افزایش پیدا میکنه و این ازدیاد قشرهای الکترونی سبب میشه که حاکمیت هسته یا چارج هسته بالای الکترون های اطراف ضعیف شود و عناصر به آسانی بتونه الکترون های خود از دست بده. اما در دوره ها در حالی که تعداد قشرهای الکترونی برای عناصر شامل عین دوره ثابت میمانه، اما چارج هسته یا نمبر اتمی افزایش پیدا کرده، قدرت جذب هسته بالای الکترون های اطراف زیاد میشه و عناصر خاصیت الکترون دهیش ضعیف میشه. به این لحاظ خاصیت فلزی از چپ طرف راست در جدول کاهش پیدا میکنه و فلزات در کل طرف چپ و پایین جدول تناوبی عناصر قرار دارند. اما خواص غیر فلزی عناصر در جدول چگونه تغییر میکنه؟ در گروه ها برای عناصر از پایین طرف بالا افزایش پیدا میکنه و در دوره ها خاصیت غیر فلزی از راست طرف چپ کم میشه. دلیل ازدیاد خاصیت غیر فلزی در گروه ها از پایین طرف بالا است که تعداد قشرهای الکترونی کاهش پیدا میکنه و قدرت جذب هسته بالای الکترون ها افزایش پیدا میکنه. به این لحاظ عناصری که در قسمت بالا قرار میگیره خاصیت الکترون گیری بالا را دارند، قسمی که در بین غیر فلزات عنصر فلورین از جمله الکترون گیرنده ترین عناصرند. اما در دوره ها از راست طرف چپ خاصیت فلزی کم میشه. چرا؟ چون از راست طرف چپ چارج هسته کاهش پیدا کرده و عناصری که در طرف راست قرار میگیرند بیشتر خاصیت الکترون دهی یا خاصیت فلزی را از خود نشان میدن. قسمی که در بین فلزات عنصر فرانسیم از جمله الکترون دهنده ترین عناصر است. غیر فلزات در کل طرف راست جدول تناوبی قرار گرفتند که توسط شبه فلزات که اکثر حد جدایی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل میده از هم جدا شدن. و اما تغییرات متناوب شعاع اتمی را چگونه میتونیم برای عناصر در جدول تناوبی پیش بینی کنیم؟ فاصله بین هسته یک اتم و آخرین قشر الکترونی آن شعاع اتمی تعریف میشه. و یا به عبارت دیگر شعاع اتمی نیم فاصله بین هسته های دو اتم یکسانند که با رابطه اشتراکی یا از طریق رابطه اشتراکی با هم وصل شده باشند. شعاع اتمی برای عناصر در گروه ها از بالا طرف پایین زیاد شده و در دوره ها از چپ طرف راست کاهش پیدا میکنه.
دلیل ازدیاد شعاع اتمی در گروه ها از بالا طرف پایین زیاد شدن تعداد قشرهای الکترونی به اطراف اصلی اتم هاست. یعنی هر قدر در گروه ها از بالا طرف پایین میاییم تعداد قشرهای الکترونی زیاد میشه و این سبب از این میشه که شعاع اتمی بزرگتر شود. اما در دوره ها در حالی که تعداد قشرهای الکترونی برای عناصر شامل عین دوره ثابت میمونه ولی شعاع اتمی کم میشه. چرا؟ به خاطر که وقتی از چپ طرف راست جدول میریم نمبر اتمی یا چارج هسته بیشتر شده و این سبب از این میشه که هسته اتم ها الکترون های اطراف یا اقشار الکترونی را بیشتر طرف خود جذب کنه یا به عبارت دیگر اقشار الکترونی یک اندازه متراکم شود که این سبب کاهش شعاع اتمی در عناصر میشه. این هم توضیحات در ارتباط با تغییرات متناوب خاصیت فلزی، غیر فلزی و شعاع اتمی برای عناصر که میتونیم با شناخت از جدول تناوبی این خصوصیات پیش بین باشیم. امیدوارم برای شما واضح و مفید بوده باشه. در درس بعدی در رابطه با پیش بینی تعداد دیگری از خصوصیات متناوب عناصر خواهم پرداخت. پس تا دیدار بعد، خدا نگهدار.